نوجوان و جوان. یکیش رنگه. به نظرم رنگ سرویس خواب خیلی مهمه. منظورت رنگ کل اتاق خوابه دیگه؟ آره، یه رنگی باشه که آروم باشه دیگه، آرامش بخش باشه. به نظر منم تو اتاق نوجوان و جوان باید رنگایی استفاده بشه که تمرکزشون واسه درس خوندن و مطالعه کردن بیشتر بشه. کمد سه‌درش با اینکه خیلی فضای زیاد اشغال نمی‌کنه، جادار و کاربردیه. بر اساس ترندهای روز طراحی شده و خیلی امروزی و جوان پسنده. از نظر شکل ظاهری، پارچه، رنگ چوب خیلی ترنده و برای اتاق جوان و نوجوان خیلی مناسبه. بیشتر کارهایی که الان توی بازار ایران به عنوان تلفیق چوب و فلز شما مشاهده می‌کنی از آهن سیاه ساخته شده که باعث میشه اتاق خوابتون یه حال بیروح خشن صنعتی به خودش بگیره. بالسا ترکیب چوب و فلز رو هم به سبک بالسایی خیلی ظریف و لوکس کار کرده. میسریر این سرویس در عین سادگی و مینیمال بودن خیلی کاربردیه. فضای زیر پاش خیلی باز و راحته و 2 تا کشو فانتزی طراحی شده برای چیدمان لوازم تحریش. میتونید ببینید توی این سرویس 3 تا متریال مختلف چوب و پارچه و فلز با 3 تا رنگ و بافت متفاوت چقدر زیبا کنار هم دیگه نشستن.